بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اعضای اصحاب رسانه استان گیلان، شهرستان و همشهری‌های عزیز. سالگرد کاپیتان ابدی فوتبال تیم ملیمون مرحوم سیروس قایقران رو تسلیت عرض میکنم. روح این بزرگمرد فوتبال ایران شاد باشه. ایشالله که تسلیت میگم به گیلانیا، هوادارهای مالوان، انزلیشی‌های عزیز. روح خودش و فرزند دلبندش راستین عزیز شاد باشه ایشالله. در مورد بازی همونجوری که میدونید دربی استان گیلان بود. خیلی مهم بود که با توجه به شرایط جدولی دوتا تیم 3 امتیاز تو گیلان باقی بمونه. به لطف خدا با تلاش بازیکنای با شرف داماش، با حمایت هوادارهای بی‌نظیرمون موفق شدیم که این 3 امتیاز بازی خونگی رو مال خود بکنیم. جمع اندوخته های امتیازاتی که توی نیم فصل دوم به دست آوردیم 13 امتیازه. واقعیت قضیه اینه که به این 3 امتیاز خیلی نیاز داشتیم و بچه‌ها توی نیمه اول کار رو تموم کردن. یه مقدار بچه‌ها خسته بودن نسبت به بازی با سایپا، چون 5 روز پیش ما با سایپا بازی داشتیم. نسبت به تیم‌های دیگه 1 روز کمتر استراحت کردیم و بازم 5 روز دیگه بازی داریم با تیم پیکان. باید هنر کادر فنی اینه که از نظر ریکاوری بازگشت به حالت اولیه بازیکنان رو توی شرایط نرمال نگه داره که بازی به بازی بچه‌ها سرحال باشن. هفته آینده هم یه بازی سنگین توی تهران با پیکان داریم. امیدوارم که با توجه به آنالیزی که از تیم حریف میتونیم بگیریم، در اختیار بازیکن قرار بدیم، میتونیم از اونجا هم با امتیاز برگردیم. در خدمت. حالا خسته نباشید. امروز توجه به شرایط جدول و عدم نتیجه گیری توی چند تا بازی پی در پی باعث شد که اعتماد به نفس تیمی و بازیکن‌ها پایین باشه. قطعاً بازیکنی که اعتماد به نفسش پایین باشه قطعاً استرس غالب میشه و توی کیفیت فنی بازیکن‌ها تأثیر منفی میذاره و اون لحظات و در واقع سر بزنگاه